میخوایم که مواد رو اندازه گیری کنیم. ببینید صفر می‌زنیم. طبق اندازه گیری هایی که انجام دادم 844 تا باید پودر بریزیم. 43 میزان پودر خیلی الان نوبت صفر میکنیم. 253 تا آب میخواد، دقیقا 1/3 میزان پودر. خب پودر رو میریزیم توی ظرف بزرگتر. چند تا بود؟ 844 تا پودر بود، 252 تا آب. این یه مرحله آب. 1 2 3 4 5. حالا هم میزنیم. اول ممکنه خیلی سفت بشه ولی بعدش که هم زدیم خیلی شور میشه. چون با دست خیلی سخت بود، ببینیم میتونید با همزن توی خونم بزن، هیچ ایرادی نه. خب الان ببینید خیلی روش کف جمع شده. قشنگ باهاش ضربه میزنیم به دیواره های دست، به دیواره های ظرفتون. ببینید بچه‌ها مثل بستنی آب شده. چقدر سفت بود. فقط باید به صورت مکرر هم بزنید. همین ببینید قشنگ مواد ما آماده شده. خب میخوایم الان مواد رو بریزیم توی قالب برای اینکه خیالمون راحت بشه که راحت تر در بیاد و دوچار مشکل نباشه. بچه آب و کف درست میکنیم، مخلوط آب و مایع ظرفشویی. دیدید همه جاشو میزنید که خاطر جمع باشه. همین سریع برمیگردونید داخل، مثلا نیازی نیست که توش باشه. دوباره اینو برمیگردونید. میتونیم از این آب و کف یه عالمه استفاده کنیم. مرحله بعدی که انجام میدیم و خیلی مهمه بچه ها، ریختن پودره. اصلا نباید پودر رو از جای نزدیک بریزیم. ببینید از بالا به صورت سوزنی همه جا میریزیم. چون میگم از بالا به خاطر اینکه هرچی حباب داره از بالا بیشترش از بین میره. میتونید حالا پر کنید ظرفتون رو، میتونید پر نکنید، هر جور که خودتون دوست دارید. من تا این حده، چون یه قالب دیگه هم دارم و میخوام این قالبم اعمال کنم. بچه‌ها دیگه خودتون میدونید، بعدش میتونید روی ضربه بزنید. ضربه زدن باعث میشه که تمام حبابایی که اومده رو همه از بین بره. فکر کنم یه کمی دیگه جا. این اولین تجربه‌ای که دارم و دوست داشتم که با شما به اشتراک بذارم که شما هم مثل من یاد بگیرین که تو خونم میتونین کسب و کار رو اندازه کنین. یه قالب دیگه هم دارم، موادم تا حدودی اضافه اومده. اینم بهش آب میزنم. بچه‌ها ببینید اینم سوزنی از بالا. تمام. اینم هم دیدین بچه ها. خب الان این حدود 45 دقیقه تا 1 ساعت طول میکشه که قالبمون درست بشه. از خروجی کارم براتون میگیرم. میخوام یه طرح خیلی خوشگل روش بزنم برای اولین بار. الان این قالب رو میخوایم ازش خارج کنیم. قالب‌های تقریبا خیلی سخت داره. حتما اول باید ببینید یه زاویه براش حالت باز بذارید، فشارش بدیم که هوا بره. امکان داره که مثلا 2 دقیقه 3 دقیقه 4 دقیقه طول بکشه. نباید خیلی فشار بیاریم چون امکان داره بشکنه.
یکی 2 بار که انجام بدیم براتون خیلی راحت میشه. دیدید الان خیلی راحت باز شد. ببینید راحت داره در میاد. یه ضربه های ریز از وسط هم میتونیم بزنیم که راحت بتونه در بیاد. فقط بعد مراقب باشین که نشکن کارتون. بعد حتما هم زیر سفره یه بار مصرف پهن کنین. اینم خروجی کارمون. خیلی قشنگ شد. خیلی. ببینین گوشه هایی که شکست داره کاملا میتونه بره. با سنباده کاملا میشه رفعش کرد. که من سنباده‌مون گوشه، ولی خب اونقدی هم نشد که نیاز به سنباده داشته باشه. خیلی خوشگل شد. حالا میخوام یه فن قشنگ روش اجرا کنم که آخرش بهتون نشون میدم. این رنگ اکریلیکه. وقتی که سازتون رو درست کردین تمام شد، میخوام مثلا حالا بهش شکل بدین، حالا هر شکلی بهش بدین، برای بعدش از رنگ اکریلیک استفاده میکنیم. اگه میخوایم داخل خود طرحتون باشه، از رنگای پودری و خمیری استفاده میکنیم. یکم بهش آب میزنیم، این حالت اینجوری نرم بشه. دیدین بچه‌ها حالت آبکیه. وقتی که حالت آبکی گرفته، من دستکش پوشیدم دستم به خاطر اینه که اصلا کثیف نشه. ببینین بچه‌ها به این حالت اینجوری بهش پرت می‌کنیم. این چقدر قشنگ میشه. حالا میخوایم مثلا بیشتر باشه کمتر باشه فرق نمیکنه، مثلا درشتر بشه، میخوایم کلش رو انجام بدین یا مدل بدید یا چند رنگ بدید، تایم کوتاهی میمونه، خشک میشه و تمام. ببینید بچه‌ها، نمیدونم میتونم با کیفیت به قشنگی چیزی که هست بهتون نشون بدم یا نه، ولی خیلی قشنگ شد. عکس میگیرم بهتون نشون میدم.